مصطفی زنگ زد. طبق معمول سوار موتور شدم و زدم به دل شهر. علی عبیری عزیز لطف کرد و منو رسون نزدیکای میدون آرژانتین. با موتور فقط دیگه اسنپش فرق. امتیاز خوب میدم. قول میدم. 5 بده دیگه. آخرین باری که ساختمان حوزه هنری استان تهران رو دیده بودم برمیگشت به روزهای جنگ 12 روزه. همون روزی که آقای رحیمی لطف کرد و النود مجموعه رو در اختیار ما قرار داد. چند دقیقه بعد مصطفی واحدی و آقای رحیمی از راه رسیدن. رفتیم بالا، نشستیم و گوپرویی که قرار یک مأموریت مهم رو به دوش بکشه آماده کردیم. حوزه هنری این روزها فقط محل رفت آمد هنرمندان نیست. بساط اسکان رو برای هنرمندا و زائرای آقای شهید پهن کرد. اینجا حوزه هنری استان تهرانه و قراره که یک ستاد اسکانی باشه برای خودش. اتاق‌ها، سالن‌ها، راه هر جا که میشه رو آماده کرده برای پذیرایی. اما این آخر قصه نیست. با مصطفی راه افتادیم سمت لوکیشن دوم. اونجا هم همه چیز برای اسکان آماده بود. این ساختمون کلا توی در واقع این لابی، این سالن و 5 تا نیم طبقه مجموعاً 250 نفر. و کیون؟ شاعرها، همه شاعرایی که قراره 48 ساعت بدون وقفه تو مصلی شعر بخونن بدون استراحت. مصطفی هم کنار تیم حوزه هنری شاهرود شده یکی از بازوهای اصلی اجرایی این ستاد. بچه‌ها هم یکی دارن خودشون رو میرسونن تا سهمشون رو از این بدرقه ادا کنن. فردا صحبت میکنن زور اینجا. کل بچه‌ها حوزه هنری شاهرود دیگه جمع کسی شما این سوژه ماشاءالله. خب اینم از بچه‌های حوزه هنری یه جایی رو آماده کردن برای اسکان عزیزانمون وقتی تشریف میارن برای بدرقه آقای شهیدمون. ولی این یه دونه از صدها جاییه که یه جایی مثل تهران، قم یا مشهد مردم رو برای میزبانی عزیزان که برای بدرقه آقای شهیدمون میخوان تشریف بیارن آماده کرده و مطمئن باشه به بهترین شکل ممکن این کار انجام خواهد شد. اگر بخوام خلاصه بگم این روزها حوزه هنری فقط تماشاگر نیست. آستین بالا زده و تمام قد پای کار بدرقه امام شهید ایستاده.